بیلدینگ ها در طبقه بالا کرده، موترها میلخشه، مردم اوگار میشه، موتر سامان میده میکنه، لیکن نیست. این خود چی میکنی؟ من در 2-3 روز مشاهده کردم. شما بار بالله بکنی، مردم استاد است، اونمونجا استاد است، اینجا موتر زور میزنه میلخشه، اگر خواهی دست پیش کنه که یک قدم او را تیله بده. اینطور مسلمان است. بالله قسمه مردم که دیگاه را بار کنی، جمعه ها بکنی، الله خود شما را میبینه، عقیده و نیت و مرادتان خود میبینه. کجاست امو؟ خب بازه اینمینجا امین مدیرای شیطان پیدا میشه. چی میگه؟ برای ملا تا بگره بگویه، مردم میگه مرده تا شلغم گور کردی، گناهش در گردنی ما. پدری کس گناهی کسی را برداشته میتونه؟ ولا لا تزر وازرتون وزر اخرى. هیچ نفسی گناهگار گناهی دیگه کسی برداشته نمیتونه. اینمی مردم هاست که دلیل براتون نمیگه، محض اینمی طور دعوت براتون میده، میگه بیا گناهش در گردن ما. این گپ غلط است. این گپی کی بود؟ بگه کفار بود. و قال الذين كفروا، کفار گفتن للذین آمنوا، برای کسانی که ایمان آورده، اتبعوا سبیلنا، در راه ما بیایید، تابعداری ما را بکنید. ولنحمل خطاياكم، باید که بار کنیم، داریم خطاياكم گناههای شما را، و ما هم بحاملین نیست یا ورداشتنی، من خطاياهم، از گناههای مؤمنا را، من شیء، هیچ چیزی را. نفسی گناهگار گناه دیگه کسی چی طور برداره؟ انهم لکاذبون، یکی خو برداشتن نمیتونه، دوم دروغ میگن. الله باز میگه ولا يحملن اثقالهم، یقینا یا میورداره اثقالهم، بارای گرنگ گناه خدا، و اثقالا دیگه بارای گرنگ گناه را، مع اثقالهم، امرای بارای گرنگ گناه خود. از دیگر کجاست؟ دعوت داده به کاری غلط، آلی گناه دعوت هم برش چیسته میرسه، گناه از او را نمیورداره. خود چون که باعث بالای کردن گناه از او شده، یکی گناه خودش، یکی گناه دعوت دادن به سوی گناه. ولا يسألن، خامخا سوال کرده میشه از یا یوم القیامت، در روز قیامت، عما کانوا یفترون، از آن چیزی که یا دروغ بستن، نعوذ بالله، که ما گناه را ورداشته میتونیم. اسلام قانونی اساس سنت و بدعت برای ما بیان میکنه. انگیزه مثل عمل است. کدام نتیجه را که عمل داره، امو رقم انگیزه و تحریک یک شی مثل عمل وارست. از امو خاطر پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها. کسی که طریق نیک احیا کرد، این بنیانگذاری نیست، این احیا کردن است. چرا این حدیث پیغمبر علیه السلام در موقع گفت که قوم آمده بود کالایشان چی بوده؟ بگوی کم بوده در جانشان. پیغمبر علیه السلام خیست تقریر کرد با صحابه کرام. صحابه دویدن شروع شد طرفای چی؟ خانه. اول کسی که آمد او اینقدر بگوی بکسی چی را آورد؟ پیسه را، که دستش عاجزی میکرد و امین جمان. مردم ها رفت، کسی طعام، کسی لباس، 2 دانه راش چی؟ بگوی کالا و طعام برابر شد. پیغمبر علیه السلام گفت کسی که اول آوردن کرده او دیگه چیسته؟ اجری کلگی را، دیگه کسام که سرش عمل کرده اجری کلگی با اندازه اجری از یا برازوم داده میشه. این صدقه دادن پیش در اسلام بوده، نو بنیاد نگذاشته. مبتدعین از این حدیث دلیل میگیره، میگه سیکو کسی که در اسلام چی کنه؟ سنت حسنه را ایجاد کنه. ایجاد نمیشه، احیا میشه، زنده میشه. مسواک هیچ کس استعمال نمیکنه. تو یک دفعه وردی شیخ عبدالکریم واره 20 دانه را به مردم توزیع کردی، یک دفعه مردم دیگه عادت شد قطعی مسواک زدن. ایرا میگه احیا کردن سنت است. ترجمه قرآن هیچ کس نمیگه، تو آمدی شروع کردی ترجمه قرآن، مردم قطع عادت میشه. این احیا است، این تو نیست که نو تو ایجاد کردی. و من سن سنتا سیئتا، کسی که طریقه بعد باز بنیاد گذاری کنه، اینجا باز بنیاد گذاری میشه که اول نبوده، تو علی پیدا کردی. فله وزرها و وزر من عملها، کسی که سرش عمل هم میکنه گناه از او هم سری تو است. از او خاطر انسان کوشش کنه که کاری نیک احیا کنی، کاری بد بنیادش نمانی. کاری بد بنیادش این همیسته، نعوذ بالله. مردم تشویق کردن به بدعات است. الا میلاد کنیم، الا پیسه جمع کنیم، الا دیگ بخریم، الا برای فاتحه گیری توشک بخریم. در کدام کتاب است؟ این مردم خود مقلد حنفی میگیره، بیا که در فتاوای خودشان ایره چی گفته؟ در کدام است؟ چی قسم گپ است؟ ایره میگه بنیاد گذاری الله رحم بکنه. الله میگه
که در روز قیامت گناه خود هم و گناه کسی را که تحریک کرده انگیزی عمل برش داده او را قطع خود میورداره. ولقد ارسلنا نوحا، آل آداب دعوت برای ما و شما معلوم میشه که شما دعوتگر دین هستی، چه مصیبت ها و تکلیف ها براتان میاد. دعوت نوح علیه السلام برای ما درس میده که دعوت طولانی میشه، مردم نمیپذیره، خود تو آرام نمیشینی. فرصتا را در نظر بگی، مردم دعوت بده. نوح علیه السلام 900 سال قوم خود چی داده؟ دعوت. خسته شد از دعوت؟ نه. یک، نوح علیه السلام شوم دعوت داده، روزم، علنا هم دعوت داده، پنهانه نه. در سوره نوح علیه السلام میگه یا نه؟ نوح علیه السلام خودش میگه که یا الله ما دعوت دادم. زندگی نوح علیه السلام یا داستان نوح علیه السلام برای ما درس میده تو دعوتگر که دعوتی تا طولانی کو، خسته نشوی که مردم نمیپذیره. نپذیره. سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم، برابر بالای از واست، برای تو خود برابر نیست. تو خود مقابل دعوت الله برای چی میده؟ اجر میده. اگر وا میپذیره، اگر نمیپذیره او جدا مسئله است. او مهم نیست که وا بپذیره، او کاری الله تبارک و تعالی است. تو دعوتی تا ادامه بده. خب نوح علیه السلام، نوح علیه السلام دعوت در مقابل کی کرده بود؟ قومش بزرگای دین خود شریک با چی ساخته بودن؟ الله. برای ازو سجده میکردن، به نامش نظر میکردن، در گردش طواف میکردن. 5 تن بودن یا نه؟ 5 تن اولیای کرام بود، چهره هایشان رسم کردن. بعد از آهسته گپ در کجا رسید که وارو نعوذ بالله متصرفین مشکل کشا میدانستند. اول شرک از اونجا شروع شده و امروز هم همونطور شرک خیلی زیاد است. هست یا نه؟ نوح علیه السلام مبارزه کرده یا نکرده؟ آلی برای ما میگه ولقد ارسلنا، یقینا ما فرستاده بودیم نوح علیه السلام الی قومه، بسوی قومش. فلبث فیهم، درنگ تیر کرد، عمر تیر کرد در بین از یا 1000 سنه، 1000 سال. در قرآن کریم کلمه سنه که بیا دلالت بالای مشقت میکنه، قحطی و تکلیف و مصیبت توی گپا می داشته باشه. معلوم شد 1000 سنه، 1000 سال. 1000 سال عمر خیلی پر مشقت، الا 50 عام، بجز از 50 سال. 50 عام دلالت بالای راحت میکنه. 50 سالش راحت بود، 900 سالش چی بوده؟ یک دم برداشت مصیبت و تکلیف بوده. نوح علیه السلام این مبارزه را ادامه داده، تون بعد ادامه بدی، خسته نشوی. فاخذهم الطوفان، آخر نتیجه چی شد؟ گرفتمی قوم نوح علیه السلام طوفان و هم ظالمون. بدبختی خود ایجا بود که آدم علامات و نشانهای عذاب ببینه، یک کمی دلش نرم شود، توبه کنه. این بدبخت ها عذاب الله یک در آمده روی بود، بازم توبه نمیکرد. و هم ظالمون، و دمو شرک خود بودن، بازم همون شرک میکردن. بچهش که بچه بود همونطور نبود. یک در آب بالا میشد، نوح علیه السلام میگفت بپذیر دعوت برای کشتی. گفت ما در کجا میبرایم؟ در سری کو میبرایم؟ خود دعوت نمیپذیرم. عجیب گپ است. این سرنوشت است و این دعوت نوح علیه السلام است. بچه خود نجات داده نمیتونه. چرا؟ عقیده چی داره؟ شرک داره. فانجینا، نجات دادم نوح علیه السلام و اصحاب السفینه، کسانی که در سفینه بود. چقدر بود؟ در یک روایت 5 نفر، در یک روایت 7 نفر. روایت ها متنوع است، تثبیت نشده. قرآن گفته دادم اصحاب سفینه را نجات دادم. سفینه چقدر بود؟ درازیش، بلندیش، هیچ ضرور نیست. قرآن مبهم گذاشته، فقط پشتی از این سوالا نگرده وقت ضایع میشه که چقدر درازیش بود، در کجا باز استاد شد، چقدر سال در سری او گشت، در اینجا چی را بالا کرده بود، کدام ایوان بود، چی خرابی کرد نکرد. این گپا اسرائیلی است. این در روایت صحیح ثابت نیست. قرآن اصلی مطلب قصه را برای ما بیان میکنه. حالا نجات داد. و جعلنا، گردانیدم همی کشتی را، آیتا للعالمین، یا واقعی نوح علیه السلام، آیتا عبرت برای کل مخلوقات، یا نشانه قدرت بزرگ الله. نشانه قدرت بزرگ الله، کل جای آب بگیره لیکن کشتی نوح علیه السلام سالم باقی بمانه. نشانه بود در اینجا از قدرت الله. یکی یا عبرت بود، مردم باید عبرت بگیره که اگر کسی دعوت توحید الله را نمیپذیره غرق میشه، خیا با مثل طوفان نوح علیه السلام یا با عذابای دیگه، حتما اینطور باقی نمیمانه. و ابراهیم از قال لقومه، ای یاد گرفتیم ما دعوتگرا چی کنه؟ خسته نشوه،
دعوت خود ادامه بده. نگویا که فلان نپذیرفت نه دیگه بس میکنم. نه، ترجمه تا شروع کن. یک نفر میشیشتان برش بخون، اگر 100 نفر بودم خوانده برو. الله میدانه خودش کارش نتیجه را سرش مرتب میکنه. و ابراهیم از قال لقومی، و روان کرده بودیم ابراهیم علیه السلام. از ابراهیم علیه السلام آداب دعوت یاد میگیریم. آداب دعوت قوم خود چطور دعوت داده. از قال لقومی، در آن وقتی که به قوم خود میگه اعبدوا الله، عبادت یک الله را بکنه، واتقوا، خدا نگاه کنه، مخالفت نکنه، یعنی شرک نکنه. تقوا اینجا پرهیز کردن از شرک است. یک الله را عبادت بکنه. ذالکم خیر لکم، امی عبادت یک الله و خودداری از شرک ای بهتر است لکم برای شما، این کنتم تعلمون، اگر علم داری. ایره تعریض میگه. تعریض میفهمی؟ ایره تعریض میگه ای جاهلا، شما چی را پرستش کرده رویستی؟ او ذات مانده به او عبادت نمیکنی به ای؟ خو لیکن اینطور نگفت که شما جاهل هستی. در چوکات چی گفت؟ اگر علم داری. یعنی شما چون که عبادت بتا را میکنی، تراشده خود میکنی، پس شما معلوم شد که جاهل هستی، عالم نیستی. خیر، عالم کی را میگه؟ که غیر الله را عبادت نمیکنه، غیر الله را با امرای الله برابر نمیکنه. هر قدر عالم باشه که دو شرک باشه، او را عالم گفته نمیتونه، او را عالم نگوی. چرا؟ الله برش در اینجا قولی ابراهیم خلیل الله را نقل میکنه، پشتی سرم بر ما و شما میاد. کسی که شرک میکنه او عالم نیست، ولو که در نظر مردم عالم بزرگ معلوم میشه، از او که در جاهل دیگه کس نیست. اینجا مردم ها را مردم در شرک دعوت میده، باز میگن کلان عالم است. کلان عالم کجاست؟ تالی توحید الله را نمیدانه، مردم ها به شرک دعوت داده رویسته، او تو برش کلان عالم میگی؟ خب انما تعبدون من دون الله، چقدر دلایلی قناعت بخش، ساده، عام فهم بیان میکنه که کلگی درک میکنه. خب اول دعوت ابراهیم خلیل الله به چی بوده؟ توحید. بس چی بوده؟ یک تا پرستی کی؟ الله. او ما میشینیم مولای ما چی میگه؟ نه تو وقتی بیانات کردی به حکمت پیش برو، یعنی مرم خاک بخوره او مردم توحید الله را نفهمه، تو مموتر خاک شد. قطی مقتدیات قطی. الله چی میگه؟ انما تعبدون، یقینا شما عبادت میکنیم من دون الله، بغیر از الله تبارک و تعالی، اوثانا، از اشکال. شما شکل معبودا را جور کردی، بتا را. و تخلقون افکن، و میسازید ایره به دروغ. یکیش معرفی میکنه که این بود برای فلان حاجت است، این بود برای فلان حاجت است. الله رحم بکنه. ابراهیم خلیل الله خود قوم خود میگه که شما شکلا را جور کرده، از خود معرفی کرده که معبود است، این فلان حاجت را پوره میکنه. امروز مسلمانای ما قبرای اولیا را همونطور نکرده. اولیا به الله معلوم، قبرای عادی را، این برای مرض چیست؟ گزند، این برای مرض زردی، این برای مرض اولاد دادن، این برای دیوانه خوب کردن. این را دلیل و سند دارن یا خود جور کردن، نام سرش ماندن، خود ساختن. قرآن نمیطور میگه. ولی کی باشه که حالی برش میگه وی توهین اولیاء را میکنه؟ اگر این ولی زنده می بود اول جنگ قیدتو میکرد، اول کلی تو را میپران. چرا تو ولی را به الله برابر میکنی؟ صفت الله را به ولی میدی. شفا دادن صفت کیست؟ بلا اسباب و وسیله، صفت الله تبارک و تعالی است. ان الذين تعبدون، ابراهیم خلیل الله چقدر خوب برش میگه، یقینا کسانی را که شما عبادت میکنه، الذين میگه، مفسرین نوشته میکنه معلوم شد که تنها چوبه و سنگا نبوده، بلکه انسانان بوده که پیش از یا احترامی زیاد داشت، قدر و قیمت زیاد داشت، او را عبادت میکردن. تعبدون من دون الله، که شما عبادت میکنه، تعظیم میکنه بغیر از الله تبارک و تعالی. لا یملکون، در اختیار نداره، لکم برای شما، رزق خوراک. اگر یا واقعا معبود باشه خبری شما خوراک بده، اما بیشترین نیاز انسان به خوراک است، خبری شما بده. فابتغوا عند الله رزقا، طلب کنه شما به نزد الله تبارک و تعالی رزقا، که الله روزی میده. و عبدوه، تنها الله را عبادت کنه. واشکروا له، شکرگزاری برای الله بکنه در مقابل نعمتش. یعنی
الله برای شما همه چیز مهیا کرده، تو را وجود بخشیده، تو را پیدا کرده، اسباب بقایت برات داده. تو باید شکرگزاری الله را بکنی. شکرگزاری الله به چی میشه؟ به عقیده توحید، که یگانه الله تبارک و تعالی را پرستش کنی، کسی دیگر را پرستش نکنی. چقدر خوب دلیل است. آیا امی قبرها برای ما روزی داده میتونه؟ خوراک داده میتونه؟ از امو خاطر در قرآن کریم مثال از یار ذکر کرده که یا و یسلبهم الذباب لا ینقذوه. اگر یا پشم امو خوراکی که دیگه مردم در سری قبر مانده، اگر پشم میگریزانشه، امی صاحب قبر خلاص کرده میتونه از پشه گرفته میتونه؟ خیر چطور شده میتونه که حاجت روا باشه؟ الله اکبر. خوراک دادن خود دور گپ است، بلکه تو که رفته ای در سری قبر کدام چاکلیت ماندی و مگس می سرش میشینه، مگس ای کده میتونه؟ رانده میتونه؟ نمیتونه. چطور شده میتونه که حاجت روا باشه؟ قرآن بر ما میگه خوب چی میگه؟ ولا مولوی صاحب آیتای مشرکین از بطار سر ما تطبیق میکنه. تطبیق نمیکنیم. آیت بر ما درس میده که اگر ما همینطور چیزا را که اختیاری شفا دادن نداره، اختیاری رزق خوراک نداره، او قابل پرستش است؟ آواز دادن به طریق مشکل حل کردن دعاست. دعا چی است؟ عبادت. عبادت غیر الله میشه نمیشه؟ پای مردم میلخشه چی میگه؟ یا پیرانی پیاسته، یا سخی صاحب برس. خو عبادت است. نظر به نام ازو میکنه نمیکنه؟ خب الله میگه الیه ترجعون، خاص به سوی الله بازگشت کرده میشه از شما. اینطور نمیمانه که کارا را میکنه باز الله شما را جزا نده. و این تکذبوا، اگر شما تکذیب میکنه یعنی تبلیغ ما را رد میکنه، اگر قول ابراهیم خلیل الله باشه، فقط کذب امم، یقینا نسبتای دروغ کرده بود جماعتا طایفه ها من قبلکم پیش از شما، یعنی و در نتیجه عمل خود رسیدن، هیچ کدام فایده نکردن. نه، دعوت بپذیره. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، نیست بالای پیغمبر مگر رساندن آشکارا. دین حق واضح براتون بیان کردیم. شرک گفتیم، توحید. حالی دیگه مسئولیت من ندارم. همین قدر سوزی بود و کردم. اگر این قولی کی باشه؟ ابراهیم خلیل الله. بعضی مفسرین میگن نه، این خطابی کیسته؟ الله تبارک و تعالی است برای امت پیغمبر علیه السلام. و این تکذبوا، ای امت پیغمبر علیه السلام، اگر شما نسبت دروغ میکنه با او وحی که پیغمبر علیه السلام آورده، با او شریعتی که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آورده، فقط کذب امم، باز هیچ کدام پروایی نیست. اگر شما تکذیب هم بکنی کدام نظام الله را خراب کرده نمیتونه. چرا؟ فقط کذب امم، یقینا نسبت دروغ کرده جماعتا طایفه ها من قبلکم پیش از شما، و در نتیجه عمل خود رسیدن شما میرسی. و ما علی الرسول، نیست بالای پیغمبر الا البلاغ المبین، مگر آشکارا رساندن. پیغمبر مسئولیت خود ادا کرده، همه مسائل واضح براتون بیان کرده. حالی شما میپذیری یا نمیپذیری کار شماست. اولم یرو کیف یبدی الله، آیا نمیبینن یا چه رقم پیدا میکنه الله الخلق مخلوقه، ثم یعیده، بعد از الله دوباره میگردانه پیدا میکنه این مخلوقه. الله تبارک و تعالی متوجه میکنه انسانها را که در اول پیدایش خلق باید آدم تفکر بکنه که چه رقم پیدا میکنه. اگرچه در ظاهر ما چیزای عادی را مشهور و کلان میبینیم که چه رقم پیدا میشه. چوچه ها را میبینیم از حیوانات، حشرات را میبینیم که از تخمایشان بیرون میبره، دانه ها را میبینیم چه رقم تیغ میکشه، هر چیز پیدا میشه. آفرینش الله را باید آدم تدبر کنه. خود اینجا اشاره به تحقیق علمی ساینسی هم است که امروز دانشمندای جهان در صدد ازیسته که هر حشره، هر حیوان، هر گیاه، هر درخت چه رقم نشو و نمو میکنه و چه رقم پیدا میشه. در داخل بحر ببینه که امو گیاه ها در داخل بحر چه رقم نشو و نمو میکنه، امو حیواناتی که در بحر هستو چطور پیدا میشه. از او خاطر قرآن دعوت داده به ای که انسان تفکر بکنه در پیدایش و آفرینش الله تبارک و تعالی که الله چه قسم پیدا میکنه. ثم یعیده، باز همین مخلوق الله باز اعاده میکنه. الله این دلیل قدرت الله شد بالای پیدایش انسانی. ان ذالک، یقینا اول پیدا کردن و دوم بازگردانیدن، علی الله بالای الله تبارک و تعالی یسیر و آسان است. مخلوق واره نیست که الله ضرورت به وقت داشته باشه، اسباب و وسایل داشته باشه، نمونه سابق و نقشه داشته باشه. نه، الله که چیزی را میخواه کن فیکون موجود میشه.
قل بگه پیغمبر علیه السلام سیرو فی الارض، اونجا دعوت به دلیل نفسی بود، انفوسی، در درون، در پیدایش خود نظر بکو. اینجا دعوت به سوی دلایل آفاقی است، بیرونی. قل بگه پیغمبر علیه السلام سیرو، بگردید فی الارض، در روی زمین، فانظروا، ببینه، به نظر تفکر تدبر، کیف بدأ الخلق، چی رقم نو کرده، از سر آغاز کرده الله الخلق، آفرینش، ثم الله بعد از الله ینشئ نشأته، پیدا میکنه و پیدا کردن الاخرت، دوم بار هم الله پیدا میکنه. شما ببینه الله اول بار پیدا کرده، دوم بار به طریق اولا پیدا میکنه. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر، بالای تمام چیزا قدرت داره. هر چیزی که الله بخواه میتونه، ضرورت به اسباب و وسایل گپا نداره، نه د مشیر ضرورت داره نه د وزیر. یعذب من یشاء، بله این طورام نیسته. وقتی که جهان دوم میاد دوباره الله پیدا میکنه، در اونجا نتیجه مختلف است. یعذب من یشاء، عذاب میده الله کسی را که بخواه، و یرحم، رحم میکنه الله من کسی را یشاء که الله بخواه. اگر کسی را عذاب میدانه عین عدلش است، اگر کسی را رحم میکنه این فضل و احسان الله است. و الیه تقلبون، خاص به سوی الله تبارک و تعالی تقلبون، شما بازگردانیده خواهید شد. اینطور نمیمانه که هیچ قطع شما حساب و کتابی گپا نشود. و ما انتم بمعجزین فی الارض، کسی تصورم نداشته باشه که برو خود خلاص میکنم، یک گوشگک خود پنهان میکنم، یا زور دارم یا لشکر دارم. نه 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 نه. و ما انتم نیست شما بمعجزین، عاجز کننده الله را فی الارض، در روی زمین. در روی زمین هم از الله خلاص نمیشه. الله را عاجز نمیکنه، یعنی از الله خلاص شده نمیتونه، خود خلاص کرده نمیتونه. در زمین ولا فی السماء، نه در آسمان. انسان خود در زمین در آسمان نیست، در زمین است. چرا میگه ولا فی السماء؟ دو توجیه است. ولا فی السماء، نه در آسمان هم خود خلاص میتونه، اگر بالفرض در آسمان میبوده. اگر در آسمان هم میبوده خود خلاص نمیتونسته. یا است که اشاره به ملائکه است، ملائکه خود آسمان است، از الله خود خلاص کرده نمیتونه. و ما لکم من دون الله، نیست برای شما بغیر از الله تبارک و تعالی من ولی، کسی دوست که همکاری قطعتان بکنه، ولا نصیر، نه کسی چی مددگار. هیچ کس مددم قطعتان کرده نمیتونه، و دوستم غیر از الله دیگه کس چیز کارساز و متصرف نداری غیر از الله. پس از او خاطر شما عمل نیک بکنی که الله کارسازتان شوه، الله تبارک و تعالی دوستتان شوه، امدادتان بکنه. والذین کفروا، کسانی که منکر هستند از نظام و دعوت الله تبارک و تعالی، دعوتی که پیغمبر میده، نظام الله، انکار میکنن به آیات الله، به احکام الله، یا به دلایل توحید الله، یا به نشانه های قدرت الله و لقایی، بر ملاقات الله تبارک و تعالی منکر است که حساب و کتاب نمیشه. نعوذ بالله. اولئک، این در مردم ها، یئسوا من رحمتی، یا ناامید شدن از رحمت ما، یعنی رحمت ما شامل حالی از یا نیست. چرا؟ رحمت خاصی ما ایمان است، توفیق ایمان است، یا خورای دیگر انتخاب کردن رفتن. و اولئک، این مردم ها، لهم عذاب الیم، برای از یا عذاب دردناک است. چرا که کفر ورزیدن، ناشکری نعمت الله تبارک و تعالی را کردن. فما کان جواب قومی، این دعوت ابراهیم خلیل الله بود. قوم خود گفت کسایی که چی را عبادت میکنه، این قابل پرستش و بندگی نیست.